سلام، امروز میخوام بهتون نشون بدم چجوری میتونید نمره خودتون رو توی اکسپرس اینتری کانادا محاسبه کنید. میریم تو گوگل سرچ میکنیم اکسپرس اینتری کلکیلیتر. بعد اولین سایتی که میاد واردش میشیم که سایت canada.ca. بعد میریم پایین یه سری سوالا از ما میپرسه، اونا رو جواب میدیم، بعدش بهمون نمرمون رو میگه. خب اولین سوال اینه که آیا ازدواج کردین یا نه. حالا نسبت به استاتوستون شما میزنید، مثلا میگیم نه. میگه چند سالتونه، حالا من میزنم 23. بعد میگه level of educationتون چیه، اگه لیسانس دارید میزنید من لیسانس دارم. اگه فوق دیپلمتون و لیسانستون جدا گرفتین این یکی گزینه رو انتخاب میکنین. اگه مسترز دیگری دارید اینو انتخاب میکنین، حالا بقیه دیگه هر چیزی که هست همون انتخاب. حالا من مسترز رو انتخاب میکنم. بعد ازتون میپرسه که آیا شما مدرکی توی کانادا گرفتین یا نه، که من میزنم yes. اگه نگرفتین که میزنین no. بعد میگه که این مدرکی که گرفتین به چه صورت بوده، های سکول یا کمتر بوده یا سرتیفیکیت بوده، من بچلرز بوده یا هر چیزی، که من مثلا میزنم مسترز. بعد ازتون میپرسه آیا امتحان زبان دادین، که باید داده باشین. یکی از ریکوایرمنت های PR امتحان زبانه، که من میزنم yes. بعد ازتون میپرسه کدوم امتحان زبان دادین، که من میزنم آیلتس دادم. بعد نمرتون رو وارد میکنم. حالا من یه سری چیزای رندوم وارد میکنم. بعد سوال بعدی اینه که آیا زبان دیگه بلدین، که خب فرنچه، چون کانادا دو زبانه است، که حالا ما میزنیم نو. اگه شما بلدین که میزنید yes. بعد ازتون میپرسه که آیا تو این 10 سال اخیر چند سال سابقه کار دارین، که ما میزنیم مثلا 2 سال. بعد ازتون میپرسه که تو 10 سال اخیر چند سال خارج از کانادا سابقه کار دارین، که مثلا من میزنم 3 سال یا بیشتر. بعد میگه که do you have a certificate of qualification from a Canadian province, territory or federal body، که حالا من میزنم no. بعد ازتون میپرسه که جاب آفر دارین یا نه، که بازم میزنم نو. بعد ازتون میپرسه آیا نامینیشن سرتیفیکیت دارین از یکی از استانهای کانادا، که اونم میزنم نو. حالا اگه شما دیگه میدونید دیگه. بعد سوال بعدی اینه که آیا شما یا همسرتون خواهر یا برادری داره که ساکن کانادا باشه، سیتیزن یا PR داشته باشه، که حالا من میزنم. بعد این سوالا رو که جواب بدین calculate your score که بزنین نمرتون رو بهتون اعلام میکنه، که حالا با چیزایی که ما زدیم نمرمون شد 538. حالا برای اینکه ببینین چقدر شانس دارید بعد برید چک کنید ببینید که تو این دراهای اخیر اکسپرس نمره ها به چه صورت بوده، آیا ارزش داره الان اپلیکیشنتون رو سابمیت کنید یا شاید بعد پروندهتون رو قوی تر کنید. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. خداحافظ.